داستان دختری که نماز نمی‌خواند. خداوند می‌فرماید هر کس از یاد من روی بگرداند زندگی تنگ و سختی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا خواهیم کرد. برای عبرت گرفتن از داستان کسانی که توبه می‌کنند در اینجا داستان دختری را ذکر می‌کنیم که غرق در لذت‌های دنیایی بود و از عبادت الله و نماز روی گردانده بود، اما با این وجود خواهرش او را نصیحت می‌کرد و به یاد الله می‌انداخت. سپس الله عزوجل او را به راه راست هدایت نمود، راهی که به سعادت و خوشبختی او ختم می شود. بدون مقدمه شما را با صاحب داستان رها می کنم تا داستانش را تعریف کند. او می گوید چهره خانم شروع به رنگ پریدگی کرد. جسمش لاغر شد، اما مثل همیشه قرآن کریم را تلاوت می‌کرد. وقتی به دنبالش می‌گشتم او را در جای نمازش می‌یافتم، یا در حال رکوع بود یا سجده، و یا اینکه دستانش را به سوی آسمان بلند کرده بود. شب و روزش را اینگونه می‌گذراند حتی در دل شب نه خسته می‌شد و نه کوتاهی می‌کرد. از خودش می‌گوید همیشه به دنبال خواندن مجله‌های هنرمندان بودم. کتاب‌های رمان و داستان می‌خواندم، فیلم نگاه می‌کردم و همیشه جلوی تلویزیون می‌نشستم تا جایی که زبان زده همه شده بودم و مرا با این صفات می‌شناختند. واجباتم را کامل انجام نمی‌دادم، در خواندن نماز کوتاهی می‌کردم. میگوید روزی پس از اینکه 3 ساعت پشت سر هم به تماشای تلویزیون مشغول بودم آن را خاموش کردم. در همین لحظه صدای اذان از مسجد کنار خانه‌مان بلند شد. به سوی رخت خوابم می‌رفتم که خواهرم مرا صدا زد. گفتم بله نورا، چه میخواهی؟ با لحن تندی به من گفت تا نماز صبح را نخواندی نخواب. گفتم او هنوز 1 ساعت تا نماز مانده. آن اذانی که شنیدی اذان اول بود. با لحن محبت آمیزی دوباره صدایم زد. او همیشه اینگونه بود، حتی قبل از اینکه دچار این بیماری خطرناک شود و در رخت خوابش بیفتد. گفت حنا بیا کنارم بنشین. من که هیچ وقت نمیتوانستم خواسته‌اش را رد کنم به سویش رفتم. میتوانستم راستی و پاکیش را حس کنم. به او گفتم چه میخوای؟ گفت بنشین. گفتم نشستم. بگو چه میخوای؟ با صدای شیرین و دلنشین خواند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لحظه سکوت کرد، سپس از من پرسید آیا به مرگ ایمان نداری؟ گفتم بله، ولی الله آمرزنده و مهربان است. گفت آیا ایمان نداری که تو به خاطر تمام اعمال کوچک و بزرگی که انجام داده‌ای محاسبه میشوی؟ گفتم بله، ولی الله آمرزنده و مهربان است و عمر هم طولانی است. گفت خواهرکم آیا از مرگ ناگهانی ترسی نداری؟ مگر هند از تو کوچکتر نبود که در حادثه‌ای تصادف کرد و وفات کرد و فلانی و فلانی؟ خواهرم مرگ سن و اندازه نمیشناسد. همه میدانند که مرگ سبب معینی ندارد و وقت معینی هم نمیشناسد. جواب دادم من از تاریکی میترسم و تو الان مرا از مرگ ترساندی. حالا چگونه بخوابم؟ فکر میکردم میخواهی بگویی که موافقی همراه ما در تعطیلات به سفر بیایی؟ با صدای گرفته‌ای که با شنیدنش قلبم به لرزه افتاد گفت شاید امسال به سفر دوری بروم به جای دیگر. ساکت شد، سپس گفت عمر به دست الله است. با یکدیگر گریه کردیم. به فکر بیماری خطرناکش افتادم و اینکه دکترها به طور پنهانی به پدرم گفته بودند که این بیماری وقت زیادی برایش نگذاشته است. اما چه کسی خواهرم را خبر کرده بود؟ یا شاید هم توقع چنین چیزی را داشت؟ آیا فکر می‌کنی من این چیزها را میگویم به خاطر اینکه مریضم؟ هرگز. شاید عمر من طولانی تر از انسان‌های سالم دیگر باشد. چه بسیار کسانی که سالم بودند و بدون هیچ بیماری مردند و چه بسیارن کسانی که مریض بودند اما سالهای طولانی زندگی کردند. و تو تا چه زمانی زندگی خواهی کرد؟ شاید 20 سال دیگر، شاید بیشتر، اما بعد از آن چه؟ بین ما هم فرقی وجود ندارد. همه خواهیم رفت و این دنیا را به سوی بهشت و یا به سوی جهنم ترک خواهیم کرد. آیا کلام خداوند یکتا را نشنیده‌ای؟ و هر کس را از آتش دور سازند و به بهشت داخل کنند به پیروزی دست یافته و این زندگی دنیا جز متاعی فریبنده نیست. گفتم خواب خوشی داشته باشی و به سرعت به راه افتادم و صدایش را میشنیدم که میگفت الله هدایتت کند، نمازت را فراموش نکن. ساعت 8 صبح صدایی در اتاقم شنیدم. این وقت بیدار شدنم نبود. صدای گریه و صحبت کردن به گوشم رسید. پروردگارا چه شده است؟ به من گفتند حال نورا بد شده و پدرت او را به بیمارستان برده است. گفتم ان الله و انا الیه راجعون. امسال سفری در کار نیست، باید امسال در خانه بنشینم و انتظار طولانی بکشم. ساعت 1 ظهر تلفن خانه زنگ خورد. پدرم بود.
گفت الان می توانید به ملاقاتش بیایید، سریع حرکت کنید. به سمت بیمارستان به راه افتادیم. مادرم در راه مدام برایش دعا می کرد، زیرا او دختر نیکوکار و مطیعی بود. هیچ وقت ندیده بودم وقتش را هدر بدهد. وارد بیمارستان شدیم. صحنه‌های عجیبی وجود داشت. یکی ناله سر میداد، دیگری درد میکشید. یکی فریاد میزد آیا خواهرم از اهل دنیا بود یا از اهل آخرت؟ ارزش سلامتی را هیچ کس جز کسانی که آن را از دست داده‌اند نمی‌دانند. از پله‌ها بالا رفتیم. در اتاق مراقبت‌های ویژه ICU بود. پرستار گفت پس از بیهوشی الان حالش بهتر است. فقط به یک نفر اجازه داخل شدن میدادند. مادرم وارد اتاق شد. از پشت پنجره به آن نگاه میکردم. چشمانش را میدیدم. مادرم که کنارش ایستاده بود نگاه میکرد. مادرم بیرون آمد. نتوانست جلوی گریه‌اش را بگیرد. سپس به من اجازه دادند که وارد شوم و گفتند نباید زیاد در پیشش بمانم. رفتم داخل. گفتم نورا حالت چطور است؟ دیشب حالت خوب بود، چه اتفاقی افتاد؟ پس از اینکه دستم را فشرد گفت الان الحمدلله خوبم. گفتم الحمدلله، اما دستت سرد است. کنار تختش نشستم. دستم را روی ساق پایش گذاشتم. دستم را کنار زد. گفتم ببخش اگر اذیت شدی. گفتم نه هرگز، فقط به یاد کلام الله افتادم و ساقهای پا در هم پیچیده شوند. گفت حنا باید برای من دعا کنی، شاید در چند روز آینده دیگر نباشم. پس از شنیدن حرفهایش اشکی از چشمم افتاد و شروع کردم به گریه کردن. نمیدانستم در کجا هستم. به گریه کردن ادامه دادم تا جایی که پدرم بیشتر از این که نگران نورا باشد نگران من بود، چون عادت نکرده بودند که من گریه کنم و گوشه‌گیر شوم. با غروب خورشید آن روز غمگین سکوت طولانی در خانه من حکم فرما بود. دختر خاله‌ام نزدم آمد، سپس دختر عمه‌ام آمد. همه چیز به طور سریع و پشت سر هم اتفاق افتاد. رفت آمد در خانه من زیاد شد. صداها در هم پیچیدن. فقط یک چیز را فهمیدم. نورا وفات کرد. نورا وفات کرد. نمی توانستم تشخیص بدهم چه کسی آمده است و نمی دانستم چه کسی می گوید یا الله. من کجا هستم؟ چه اتفاقی دارد می افتد؟ حتی نمی توانستم گریه کنم. بعد از آن به من خبر دادند که پدرم مرا نزد خواهرم برد تا با او ودا کنم و من او را بوسیدم. بعد از آن هیچ چیز را به یاد نمی آورم مگر یک چیز. زمانی که به سویش نگاه کردم دیدم بر بستر مرگ دراز کشیده است. کلامش را به یاد آوردم که می‌خواند و ساقهای پا در هم پیچیده شوند. اینجا بود که حقیقت را دانستم. آن شب به سوی مصلی تاریکش رفتم و در آنجا نشستم. نیمه دومم را به یاد آوردم. ما 2 نفر دوقلو بودیم. به یاد آوردم کسی را که با غم‌هایم شریک می‌شد، کسی که در سختی‌ها مرا همراهی می‌کرد، کسی را که برایم دعای خیر و هدایت می‌کرد. چقدر گریه کردم زمانی که یادم افتاد برایم از مرگ، حساب و کتاب سخن می‌گفت. پس از آن از کوتاهی کردن در نمازهایم خیلی پشیمان بودم. خاطر روزهایی که از دستم رفته بود و وقتم را برای انجام گناهان سپری کرده بودم بسیار گریه کردم و افسوس خوردم، اما خداوند مرا هدایت نمود. از خداوند تعالی می‌خواهم که ما را به راه راست هدایت و بر آن ثابت قدم نگه دارد.